بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و با عرض سلام خدمت تمام شما هموطنان مهربان. امیدوارم هر کجای که هستین خوب و صحتمند و سرحال باشین. حیام بقا باشد. در آستانه عید قربان قرار داریم و در چند قدمیش البته قرار داریم. امروز هم روز جمعه هست، روز مبارک است و خداوند متعال پیش روزه و نماز کسایی که در جمعه برگزار گرفتن خداوند قبول و مقبول داشته باشه و ان شاء الله یک ساعت دیگه هم تا نماز جمعه باقی مانده. به هر صورت قسمی که داری کردم، امروز هم ما دیگه ختم داریم. خداوند متعال قبول و مقبول داشته باشه. از طرف هموطنان مهربان ما هست، بالخصوص یکی از کی است، شما منتظر باشین. پیش از همه با همکارای خیلی خوب صحبت میکنم که در یک ماه مبارک رمضان هم در کنار ما بودن و فعلا هم چون ماه مبارک رمضان نیست، معمولا شما برنامه افطاری ما را در ماه مبارک رمضان بیشتر دیدین، اما باز هم در آستانه هر سال دوستایی که ختم دارن، خیرات دارن یا که نظر برگزار بوده دارن میخواین که در افغانستان انجام بده، تیم ما همیشه در خدمت بوده و انجام داده. امروز هم از طرف دوستا هست، ان شاء الله یادآوری میکنیم یکی از مقدر نقل میتیم که از یکی هنرمندای محبوب کشور ما هست که همه سالا مهربانی میکنه، همه سالا یاری میکنه تا که دست هموطنان ما رو بگیره. متنانی هستم در این برنامه. حاجی صاحب بزرگوارم قسمی که داری کردم که همیشه وقت صبح وقت و آمادگی خودم میگیره و امروز فعلا هم ساعت 11 بجه روز است وقت کابل و همین لحظه ما هم ششتیم و این برنامه را ثبت داریم پیش میبریم. دیگه هم آماده است که بخیر تا ساعت 12 بجه آماده بکنیم، چون باز نماز جمعه میشه نمیتونه رو بستگی کنه به دوستا وطندارا بتونیم ببریم و این برنج مزه‌دار قابلی را که ازبکی البته آماده شده ان شاء الله به دوستا توضیح بکنیم. قاری صاحب بزرگوار و غنیزاده صاحب بزرگوار در کنار ما هستند. ان شاء الله امروز صحبتای می داشته باشیم. پیش از همه از قاری صاحب صحبت بکنیم، در مورد از اول شروع بکنیم. قاری صاحب خسته نباشین. تشکر، سلامت باشین. جمعه مبارک باشه. زنده باشین. خدا از اجر و ثواب این ماه مبارک و روز جمعه مبارک امروز در آستانه تقریبا من نزدیکای عید قربان نزدیک میشیم و خدا عمر نصیب کنه. دیگه ما سلام های خود، احترامات خود از این طریق شما به تمام هموطنانی که در هر کجای دنیا هستند و تقدیم میکنم و از خدا آرزوی صحتمندی سرفرازی برای هر یکشان آرزو میکنم. خداوند کار نازتون خیر بینی. غنیزاده صاحب بزرگوار خسته نباشی. سلامت باشی. والا دوستا که تصویر دیدن گفتن این مال روزام نیست، یک قسم تعجب کردم گفتن و تو گفتی که نه دیگه افطاری نه دیگه ختم است. بله. یک درک دلشان زنده شد که چی گپ شد. ده سال سه پیر روزام است. دیگه حالا گپ نیست. ما سلام تقدیم میکنم به کسایی که ما را بیننده هستن. واقعا که امروز خوش هستیم که هم روز جمعه است، هم دیگه ختم داریم، هم دوستا را دیدیم بعد از یونیم آباد که در چند قدمی قرار داریم و عید پیشاپیش و دوستا مبارک میگم. یک عید خوب و خوش داشته باشن، خوش باشن. دیگه ببینیم که از طرف کی است. بله بدون شک. پیش از اینکه بگوییم که از طرف کی است، دوستا همیشه وقت دوستا وطندارای ما که در بیرون کشور هستند ما میفهمیم که یک پول بسیار زیاد گزاف مصرف میشه تا اینکه بتونن اونجا ختم خیرات خود برگزار بکنن. خوبی است که در افغانستان هم پولشان کم مصرف میشه و هم نیازمندا بیشتر است و دومی که برای وطندارای خود ما توزیع میشه. خدا قبول و مقبول داشته باشه. در مناسبتی که شما دارین تیم ما همیشه در خدمت است. نمبر تماس زیر صفحاتون است، میتونین وصل شوین. ان شاء الله ما میتونیم خدمت شما رو برگزار بکنیم از یک دیگ گرفته تا هر چقدر که شما خواسته باشین. امروز ما ان شاء الله آمادگی بر 300 نفر گرفتیم و این دیگه هم از طرف هنرمند محبوب کشور ما محترم حیدر سلیم است. هنرمند خوش آواز که همیشه وقت سالهای سال کمک کرده و یاری کرده و دست هموطنای ما را گرفته. به این منظور نیست که من نامش بگیرم، اما منظور از این بود که نامش گرفتم به خاطر از اینکه دیگه دوستا هم تشویق شوند و مهربانی بکنن تا که یک ختم برگزار میکنن، یک نیازمند نان میتن یک وقت. این بسیار زیاد ثواب داره. این که چقدر ثواب داره از قاری صاحب پرسان میکنیم. قاری صاحب برای کسی که در بیرون است و یک وعده نان داده میشه، این از نگاه اسلامی و شرعی چقدر ثواب داره به نظر شما؟ خیلی ها از یعنی ای که ما روش بپردازیم و بحث کنیم، ای فقط اجر و ثواب و پاداشش بجز از خداوند دیگه هیچ کس پورا کنه نمیتونه. به خاطر از اینکه نیت بهترین یک نعمت است. کسی که به یک نیت یک فقرا را دستش میگیره، نیازمندا را دستش میگیره و اجر و ثوابش بجز از خداوند دیگه کس پورا کردن نمیتونه. خدا توفیق مزید به اون دوستای ما نصیب کنه که بیشتر در خدمت دوستا و نیازمندا باشن و ان شاء الله که هستن. خدا اجر و ثوابش برایش از طرف خود خدا برایشان نتونه. بدون شک در پهلوی کارهای هنریشان
یک کار خیری هست که انجام میتن همه ساله هم قسم که داری کردن قبول میکنم. و کوکاغانی هم شاهد است که تقریبا چندمین دیگشون است که در سالهای سال گرفتن و خداوند اجر بیشتر نصیبشون میکنن بر خودشان، بر خانوادهشان، بر تمام دوستا و کسایی که در این برنامه سعیم شدن. خداوند ان شاء الله اجر بیشتر نصیب بکنه. ان شاء الله. بر صورت همه چیز ان شاء الله آماده است، دیگه هم آماده است. قاری صاحب ولی وقت رسیده که دیگه هم دیدن دوستا که آماده شده و برنجم دم است. قاری صاحب از شما خودت تقاضا میکنم که یک تلاوت داشته باشیم که بخیر دعا بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمخلوقات والمرسلين حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا هذه تلاواتنا وختمنا ودعاءنا وتوبتنا وسمعنا إنك أنت السميع العليم. الهی پروردگار دوستان ما را که در هر جایی که هستند از فیوزات و برکات اخلاصشان خداوند خودشان را و دوستانشان را مستفید بگردان. خداوند خیرات و صدقاتی که به حق کردن و به حق متوافایشان خداوند ثوابش را برایشان برسان. الهی پروردگار اجر و ثواب بی پایان برایشان نصیب بگردان. خداوند توفیق مزید برایشان نصیب بگردان که بیشتر در خدمت نیازمندان قرار بگیرن. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب مولانا انك انت التواب الرحيم. الهی پروردگارا بر دوستای اخلاصمند ما عمر طولانی، عمر با عزت، عمر با برکت بر خودشان، با اولادهایشان، با فامیلشان، با اقارب و خویشاوندانشان، با دوستایشان نصیب بگردان. و ما توفیقنا الا بالله علیه توکلت و الیه انیب برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. خداوند بازم خیر نصیب بکنن. سلامت باشن. از اینکه در بیرون از کشور است اما بازم برای هموطنان ما و نیازمندایی که در این شهر هستن زندگی میکنن توجه کردن، بازم خداوند اجر ثواب بیشتر نصیب بکنن و بالخصوص خداوند تمام جوانان هم به مقصد آرزوهایشان برسانن و ان شاء الله کسایی که قصددار از دعا میکنیم قصدشان خلاص شه و کسایی که مریضی دارن دعا میکنیم که برکت ختم عظیمشان که شد و شفای عاجل نصیب پیدا بکنن. کسایی که اولاد ندارن دعا بکنیم که اولاد صالح نصیبشان شود و دعای آخر هم بکنیم که خداوند فقر و بیچارگی از وطن ما دور داشته باشه که همگی در فکر خود باشند. سلامت باشید. تشکر. الله حاجی صاحب هم اجازه میدیم که بخیر پارسال بکنیم. با وقت پارسال رسیده، همه چیز آماده است. دوستان یک نکته دیگه هم فراموش نکنیم که 300 پارسال ما به خاطر از این میگیم پارسالی که شما در بالا میبینید هر کدامش 100 بسته پارسال داره، 100 200 و هم 300 پارسال. قرار است که بخیر این پارسال ها
پر شود و با تمام سیب و آب معدنی و نان خشک همه چیز ان شاء الله بر دوستان توضیح شود. همراه باشید. ستم کاری مکن مردم آزاری مکن وزن خنجر دل دیوانه چی نویسم داستانه دل پرشان است خانه دل حسرت داستانه دل پرشان است خانه دل حسرت مانند زندان است جستجوی غم مکن درد دل را کم مکن السلام علیکم. بچه‌شون اینو بگید تو برو بخیر. یک بچه تو بچه‌شون اینو بدرکم. این دو دانه است. خدا قبول کنه. بخیر باشی بدر. اینو بدرکم. باشه جان تو. بچه‌شون. السلام علیکم. خسته نباشی. دوا پوشی میکنی؟ در کجا دوا پوشی؟ پاش زیاد شده دیگه گرمی شروع شد نه؟ یک دانه دیگه هم نوش جان تو. هرچند امروز روز جمعه هست و خدا ختم و خیرات همگی را قبول داشته باشه. ما هم از قسمت چهارراه سرسبزی تیمنی این توضیح ما رو شروع میکنیم و بریم ببینیم که ان شاء الله تا صبر خسته نباشین بزرگوارا. سه نفر هستی؟ برو بست است بگو جان. مانده نباشی پدر جان. نوش جانتان. نوش جان پدر جان. نوش جانتان. وطن دار. صبر کن میتونم تو جان جال میکنی وطن. خیر باش. مانده نباشی وطن دار. نوش جانتان. بخیر باشین. دوستان گفتن امانه که امروز ماشاءالله هم داخل موتر پر کردیم و هم دلار بتونیم برای اجرای ما برسونیم چون نزدیکای نماز جمعه هست. بیشتر دوستا هموطنان ما هنوز هم در روی جاده ها هستن. بریم بخیر همین نان گرم برسونیم که ثواب بگیریم ان شاء الله. مونده نباشین. خیر صدمند دستین. بخیر دستین. نان خوردین نه؟ نه نخوردیم. نان چاش نخوردین؟ این خداوند رسانده براتون. نوش جانت بیادر. نوش جانتان بیادر. خیر باشید. نوش جانت ماما جان. برو بخیر پیش برو. چطور هستی؟ خوب هستی ان شاء الله. کاروبار میگذره؟ والا گذرا میکنم دیگه اشتباه میکنم. یک کس را به نام ایدر سلیم میگم هنرمند از میشناسی؟ میشناسی یا نمیشناسی؟ نامش نمیدم. یه طرف مو است. خداوند مراد دلش حاصل کنه هر مراد مقصدی که خیر و خیرات کده خدا قبول کنه. خداوند از بالای زمین ها. الهی امین. خداوند ان شاء الله قبول و مقبول داشته باشد. بله. اجازه باشه که توضیح کنیم. نان نخورده بودی؟ نه نان لبدان و خوش. ایران مده خیلی بودی. تو باش یک تا برسه. دو تا میتونم کنه خیر. بکابرا فتاموزون خیر است. ای تو صبر کن یک دقیقه صبر کن. برای کلتون میرسه یکم توش. قبول.
جمال کعبه تماشا جمال مهربانی نوش جانتان. ببینید که اوه ماما، ببینید که در این مسیر چقدر نفر هستن هنوزم. نوش جانتان، نوش جانتان، نوش جانتان، نوش جانتان. اینجا برادر ما معیوب است. جان مهیتم مطال چون جنجال میکنی. نوش به خاطر شما آمدیم. نوش جانتان. الهی امین. نوش جانتان بخیر باشین بیادر، بخیر باشین. بیا وطن دارم میره بگی یعنی ماما رو بته که تایر موترش خراب شده. نوش جانتان، نوش جانتان. ماما جان نوش جانتان، نوش جانتان، نوش جانتان ماما جان. نوش جانت بیادر، نوش جانت، نوش جانت. بالای گلو مانده نباشین. چی جمع کردین امروز؟ امروز گوشت کباب کبال جمع کردین؟ اگر نگم تو چی فامیل هستیم کاکا با ما بخیر بخیر باشین پدر جان. نوش جانتان، نوش جانت. این سرک میدان سرک چهارراه شهید الا سلیم کاروان خیلی مردم است. السلام علیکم. السلام علیکم. خسته نباشین آقا صاحب. خوب هستین ان شاء الله؟ کارا بخیر مگذره؟ بخیر باشید. نوش جان. السلام علیکم. نوش جانتان، نوش جانتان بیادر، نوش جانتان، نوش جانت. بیا بزرگوارا السلام علیکم. نان خشک میخوردیم ماما؟ این خداوند رسان برتون. قابلی پلاو. نوش جانت پدر. این دو تا بگی با تو مادر برو بخیر برو. پدر جان مهربانی. مرا به هیچ مقامی نبود و غیر مرا به هیچ مقامی نوش جانتان بیادر رسیده برتون. نبود و خداوند قبول بکنه. الهی بخیر باشین، بخیر باشین. خب یک دعای دست جمعی بکنیم که خداوند ان شاء الله ختم خیرات همگی را قبول بکنه. اول خصوص از محترم حیدر سلیمه که در این رسه کاری کردن. بخیر باشین. نوش جانتان میشن شما برین بخیر. یک پدر دیگه اونجا منتظر ششته. نه اینی چطور هستی پدر جان؟ زبان قبول کنم خوب هستی؟ مریض هستی؟ شما بابا چی میکنی اینجا ششتی؟ بخیر. صد خوبه گفتم چی میکنی اینجا که ششتی؟ چی میکنی اینجا که ششتی؟ مریض است. خدا ان شاء الله شفا بده. باش که میگه سه نفر دیگه مونده. جمال کعبه تماشا جمال کعبه تماشا نوش جان برین بخیر برین. برین بخیر برین ان شاء الله. خداحافظ. السلام علیکم. خسته نباشین. بخیر باشین. نوش جان کن بیادر. السلام علیکم. خسته نباشین. خسته نباشین. نوش جانتان. قربان سرت بخیر باشین. نوش جانتان. نوش جانتان. بخیر باشین. نوش جان. بیامد سارما
اساس خرمیت جا شکستی بیا مگذار ما بیا مگذار ما بیا مگذار ما السلام علیکم. در چورت چی بودی بیادر خودت؟ خدا قبول کنه انشالله. السلام علیکم. نوش جاندم. الهی امین برو بخیر پیش. برو بخیر. انا ماما بچگاه مسخانه زنیم. صبر کن کارو. ماما دو نفر هستیم ماما خیره. شکستی متصل برو. نوش جاندم. نرگس شب لا شکستی صبر کن سر دیگه من سر. برو. تو قدر نرگس شب بخیر باشی. لا شکستی برو. بیا مگذار ما برو. بیا مگذار تشکر از تمام شما دوستا و وطندارای مهربان که تا این دم ما را همراهی کردید. شاد و خرم سر حال بمونین. ماشاءالله همه پارسالا توزیع شد، هم دالا و هم داخل موتر. خدا قبول و مقبول داشته باشه. بعد نیت آرزویی که کردن هنوزم تعداد زیاد باقی مانده که ما نتونستیم براشون رسیدگی کرده، چون دیدیم که پارسالا برای بعضی دو تا برای بعضی یک تا توزیع کردیم. کسایی که تقاضا کردن که مادرخانه هم میبریم براشون یک پارسال اضافه دادیم. بازم سپاس از همگی شما. خدا اجر نصیب بکنه بر تک تکتون و بر ما هم. تشکر از تمام شما. بازم یادآوری میکنم اگر میخواستین همراه ما در ارتباط شوین. نمبر تماس زیر صفحه تلویزیون است. شاد خرم سر حال بمونین. خدا نگهدار همگی شما. جمعه خوب و خوش داشته باشید. شراب ناب خور